فریق رکن قاسم جاسم نزال فرمانده فرقانه یا لشکر عراقی آشکرا دکرد لوانیزگیان اپراسیون کنترل کرنا رخ راست موصل ده دست بکنو هفبندیجی دگل پیشمرگی ده باشی دایه اگر پیدویجی بکه ده خوازه هاری کاریج پیشمرگی کن. با اختنای فرمانده لرخ چپه موصل 4-5 هزار چکدار داعش کشتینو هجمار کازیده ترجی به برینداری ده بن آگرباران هزین عراقی دو فروکن شرکرین هف پیمانان روینو صدان اخسیرین داعشی لدفوانا دست سرن. دبیجی جی داعش جبلی چکدارین عرب دهان چکدارین بیانیج دیگل خدا اینا بون لی مهمی تو ششکستنه که آمازن کرینو به آنه یا خوده به اگجاری دیوان جناف بین. فريق ركن قاسم جاسم نزال فرمانده فرقانه یا لشکر عراقی ده جاف بکفتنه که تا دگل آژانس آنادول ده ناف موصل راگهان همی تاخین لای چپه موصل ما جدست تیرورسین داعش رزگار کرینو هزین مال دورا قوسیات و تاخین راشیدیه به درجهی ریبار دیجله سنگرین خو قایم کرینه هزین ما به رنگ که داعش تو ششکستنی کرینه ام دوی باوریه داینه گل رخ راستی باجر جی خول برسینگ اپراسیون منه گرن. درباره دست بکرن اپراسیون کنترل کردن رخ راستی باجر موصل جی فرمانده پل بلند لشکر عراق راگهان ما برهفکاری تمام کرینه با انجام دادن اپراسیون کنترل کردن رخ راستی موصل ددمک نزیک ده شکا برفرهج چندین آلیان بو سر تیرورسین داعش دست بکینو حتی کو پاریزگهانین و به تمامی داعش پاکش نکین هیرشین خورانا گرین. دبیجی جی نزانین اپراسیونا کنترل کردن رخ راستی موصل چند دم دیوه کشید. اول سرچوانیا پریوچوناوی اپراسیون دمینید. او کجه پشتراستیا سرکفتن میا به سر تیرورسین داعش دا مورالا بلندا هزین عراقیه. راسته تاخین وی رخ موصل کفننو ریکن هندکان برطنگن لیاس وصانا بینم که داعش بشید براوانی بکد چونکی تاخو کولان تلکیف برنگکی وصابون به تن شر کولان به کولان تداد ها تکرن خوشبختانه ما سرکفتن کامازن به سر داعش دا تومار کرد. فريق رکن قاسم نزال آماجه بو تکتیکن چکدارن داعش کرو گوتی بمبرش کردن ریکان و پقاندن ترمبیلن بمبرش کریو دو تکتیکن سرکین تیرورسین داعشن کل دم ریبریبونان پشتی هنگی پناه دبته بر بکارینانا ولاتیان وکو مطالین مروفی. درباره زیان داعش گوجی هزاران داعش به تنه لرخ چپه موصل هاتینه کشتن. هجمارا دوماهیا کشتیان ده بردست مدانینه لیدزانین ده نافبرا 4000 بو 5000 تیرورسین داعش دا لسردست هزین عراقی هاتینه کشتن. ده ناف کشتین داعش دا چکدارن بیانی هبون کو پتریاوانا جولات اوروپا و هندک جوانا جیج روسیه هات بون به هزاران بریندار هبونو بصدان تیرورست ما اخسیر کرینه. فرمانده گشتی فرقانه یا لشکر عراقی پس نارول و سرکفتن پیشمرگی دکت به سر چکدارن داعش دا بجید اگر هزین پیشمرگی نبانا هلا براوانی داعش نتاتش کاندنو داعش بوی آوایی تو ششکستنی ندبون. هر وصارا گهانجی هفبندی نافبر لشکر عراقی و پیشمرگی ده آسته که زور باش دانه روزانه پلان خوب و فرماندن بلندن پیشمرگی بحث دکن اوجی قونقه که چاره نویسیه بو جنافبرنا تیرورسین داعش آشکراجی دکت که اگر پیشمرگه نبانا بچه آوه که نتشیان وصاب صاناهی بچنه ناف موصل. هر وصاب گرنگی و بحث رول هفپیمانی نف دولتی دکت تو دبیجید هاریکاری و پشکداری هفپیمانی دژ داعش بتنه بمباران کردن پیگهن داعشینه جالی فروکنوان و بلکل سر عردی با آیه که برفره پشکدارنو بریکا شیرتکارن خو رنمایی هزینوان دکن و بردام هاریکاری لوجستی دگهینن هزین عراقی پشتی زدتر ج سطروجان ج دست بکرن اپراسیون کنترل کردن موصل رخ چپوی باجری به تمامی هاتیه کنترل کردن دنوکه دا لشکر خو برهف دکت بود دست بکرن اپراسیون با کنترل کردن رخ راست یه باجر موصل.